ای که تو اماری منی، ناظری هر کاری منی. گوی فقط یاری منی، دلبر و دلداری منی. یار ز تو دور منم، موسی در تور منم. خارچ منصور منم، صاحبی آن داری منی. ای به دلم کرده مکان، عشق تو چون مایه جان. نام تو هم فخر زمان، خود چو وفاداری منی. شاید شما از این بیت ها هوای غزل های مولوی را احساس کرده باشید. درست، این چند بیت غزلی در پیروی مولوی ایجاد کرده شاعر جوانی قشقدریا، دانشجوی فاکولته فیلولوژی دانشگاه دولتی سمرقند ذکرالله زبیدالله است. نگاه نکرده به جوانیش، او علاقه به صف شاعران صاحب کتاب شامل شده است. دیروز در تالار خانه معنویاتی شهر سمرقند واقع در باغ مرکزی شهر رونمایی نخست کتابی ذکرالله با نام دفتر دل برگزار گردید. در این نشست ادبی نمایندگان اهل فرهنگ، شاعران، ادیبان، اهل روزنامه و مجله، استادان دانشگاه، خادمان وسایط اخباری عمومی، نزدیکان و پیوندان شاعری جوان شرکت داشتند. شاعر، ادیب، روزنامه‌نگار معروف کشور اسدالله شکوروف با سخنان مقدمه‌ای به مجلس حسن آغاز بخشیده مهمانان را به حاضرین معرفی نمود. در رفت این نشست ادبی سرمحرر روزنامه آواز سمرقند بهادررحمانوف، مدیر کافدره فیلولوژی تاجیک و زبان‌های شرق خارجی دانشگاه دولتی سمرقند سیراج‌الدین خجقولوف، رئیس مرکز ملی تاجیکان و تاجیک زبانان ولایت اکبر محمودوف، استادان دانشگاه دولتی سمرقند شاعر نورخواجه چاریف و حضرت قلیان دلشاده، رئیس محفل ادبی امواج ورارد از سرخاندریا الهام خدیرов، روزنامه‌نگار و ادیب آزاد حمیدزاده و چند دیگران درباره فضیلت‌های انسانی و شاعری ایجادکاری جوان امیدبخش ذکرالله زبیدالله سخن گفتند و مصلحت‌های خود را دادند. راست با شعرهای ذکرالله، شاعر خیلی جوان، شاعر امیدبخش، ما تا این مدت توسط سامانه‌های اینترنت، سایت‌های مختلف، سایت‌های اجتماعی آشنایی داشتیم. بعضا شعرهای خود را، مشق‌های خودش را به نزد استادان به کافدره می‌آورد و مشاهده می‌کردیم. من امید بر آن دارم که ذکرالله در آینده راه و رویه خودش را پیدا می‌کند اگر در بالای خودش کار کند. چنانه که در این محفل هم در این باره سخن رفت، با یک کتاب غره نشدن لازم است، با یک کتاب غرور ایجادکار بالا نرفتنش لازم است. این حالا قدم‌های اول است. باید از این محفل، باید از اون فکرهای تنقیدی که در اینجا برگزار گردید گفته شد، خلاصه های درست برآورده شد. پیش از همه با کتاب نخست ایجادکار جوان ذکرالله او را و پیوندان وی را، همسبقان وی را تبریک و تهنیت میگویم. من گمان میکنم که این محفل اولین و آخرین نمیشد و ما پیوسته برای تبریک کتاب‌های نو به نو شاگردان در اینجا وامی خوریم و آنها را تبریک و تهنیت میگویم. از جمله تاکید شد که ذکرالله از جمله جوانترین صاحب قلمان است که در سن 20 سالگی علاقه یک مجموعه ارزشمندی را به هواداران شعرش تقدیم نموده است. شعرهایش پخته و اندیشه‌هایش بلند پرواز هستند و از اقبال بلند شاعریش در آینده گواهی می‌دهند. اولین شعری که ایجاد می‌کرد در آن مکتبخانه‌اش بود و آن سالها شعرهای شاگردانه بود. در اونجا یک معنی‌های خوب بود و من پذیرفته بودم. به خاطر اون که بسیار از چی نکند، از خود نرود، در همان وقت تعریف نمی‌کرد و تا حال هم تعریفش نمی‌کنم. ترغیب می‌کردم بسیارتر در ساحه نثر قلم فرسایی کند و همین حکایه ها هم می‌نوشت و محیط ادبی سمرقند، از جمله به ایجادکاران استیوی، روزنامه آواز سمرقند یا جنرال دردانه شرق و دیگر مثلا ایجادکارانی که در همین محیط تشکیل شده است و همین یک ایجادکاران را در اطراف خود جمع آورده است و جمع آورده توانسته است. منتداری صمیمی خودم را بیان میکنم. ایجادکار یک چی می آفرد، من فکر میکنم همین منشأ وی در همون محیط هم وابستگی دارد. شاعری معروف خواجه ایثار داشت که ذکرالله زبیدالله باید بیشتر نظریه شعر را آموخته با راز شعر آفرینی شاعران سطح جهانی آشنا شود تا در آینده مقامی شاعری پیشگام را سزاوار گردد. همسبقان و دوستان ذکرالله نیز با گل و گلدسته و تبریکش آمده بودند. با یک نفر همسبق صاحب استعدادش شاه صنم مرادوی که با تخلص مهرآفرین ایجاد میکند بیت برک کردن این دو جوانی صاحب استعداد برای اهل قلمی سمرقند معلوم است. از این رو آن روز حاضرین از آنها خواهش کردند که چند بیت از این بیت برک برایشان قرائت کنند و این خواهش مهمانان قبول کرده شد.
شدم مستی می عشقت و اندر وصف چشم تو سخن مستانه تر گویم غزل رندانه تر اینه. کلیدی حجره دل را چو غارتگر ربودی بود در این شب‌های تنهایی شدم بیخانه تر اینه. ба сифати маълумот расониданем ки ба наздикӣ мухлисони дақиқназари мо метавонанд ки суҳбатеро бо ин шоири ҷавон Зикруллоҳи Зубайдулло тавассути барномаи истеъдодҳои ҷавон дар шабакаи Орион тамошо кунанд. با کنارت گلو ما به سلام آمدیم.